سلام رفیق، به یه ویدیوی دلی دیگه از برناتاک خیلی خوش اومدی. رفیق، داخل این ویدیو میخوام باهات راجع به یه موضوع مهم صحبت بکنم که اون موضوع وقتی که این کتابو خوندم به مشکلش برخوردم و فکر میکردم که آقا زمانی که ما مثلا میخوایم به یه سری از هدفمون برسیم باید مثلا خیلی شکرگزار باشیم و پشت سر هم فقط بخوایم اونو یادداشتش بکنیم. و اتفاقی که میافتاد بعد از یه مدتی بودش که من فکر میکردم با نوشتن زیاد مثلا من میتونم به اون هدفم برسم و یه سری فکرهای مدلی اومده بود سراغم دیگه. توی اون شرایط من فقط یادداشت میکردم، فقط مینوشتم. من از یه مدت دیدم فقط نوشتن هدفام منو به جایی نمیرسونه، باید اقدام بکنم. و بعد از یه مدت حالا دوره‌های مختلفی هم که من تهیه میکردم، خوبی این خیلی من هم کتاب زیاد میخونم هم دوره آموزشی زیاد تهیه میکردم و برای همین زیاد آزمون و خطا میکردم و از اون شکستای خودم سعی میکردم درس بگیرم. و اگر مثلا یه نکته‌ای رو داخل یه کتاب میدیدم نمیومدم قضاوتش بکنم، سعی میکردم اول تستش بکنم ببینم جواب میده یا جواب نمیده. اگر جواب نمیداد میذاشتمش کنار، اگر جواب میداد خب خیلی هم عالی. برای همینم است که توی یکی از ویدیوهای قبلی گفته بودم که نباید اصلا با بقیه راجع به اهدافمون صحبت بکنیم، چون اگر یکی از این کارهایی که میخواستم انجام بدم و با بقیه راجع بهش صحبت میکردم اون موقع بود که دیگه نمیتونستم آزمون و خطا بکنم. خب و اون حالا ترس از شکسته یا حرف بقیه یا قضاوت شدنه یا حالا هر چیز دیگه ای مانع از شروع کردن من میشد. خلاصه رسیدیم به اینجا که من دوره‌های آموزشی یا کتاب‌های دیگه رو شروع کردم به خوندن و فهمیدم که من باید زیاد شکرگزاری بکنم. و یه مثالی هم بودش، این مثال خیلی جالبه. میگفت که فرض کن که مثلا پدرت بهت یه ماشین خیلی خفن داده، خب به عنوان هدیه، و تو از اون ماشین استفاده نمی‌کنی، ماشین رو مثلا میذاری کنار خونه و بعد از یه مدت میاد میگه که مثلا این ماشین رو من بهت هدیه دادم که ازش استفاده کنی لذت ببری، چرا مثلا استفاده نمی‌کنی؟ تو میگی خب میترسم مثلا خراب بشه یا حالا هر چیز دیگه. و به نظر بار بعدی توی اون شرایط وقتی پدرت هدیه به اون گرونی رو مثلا بهت داده، آیا دوباره بهت هدیه میده؟ تو اینجا میگی که خب طبیعتاً نه دیگه، میگه همونم استفاده نکرده دیگه، چرا من دوباره بخوام یه هدیه گرونه اون سبکی بهش بدم، مثلا 2 تا ماشین بهش بدم بذاری کنار خونه استفاده نکنه، 3 تا بهش بدم، خب چه کاریه، میدم به یکی دیگه که مثلا داره استفاده میکنه. این مثالی که زدم دقیقاً شخصیتاشو جابجا کن و اون پدره رو خدا در نظر بگیر و اون فرد رو هم باز خودت در نظر بگیر، چون داخل شرایط قبلی ممکنه بگی که خب پدر من که وضع مالی فلانی نداره، ممکنه قدرت رو نداشته باشه، اما خدا که این قدرت رو داره، خدا خیلی قدرت بیش از اینا هم داره. اما چی میشه که خب خیلی موقع ها وقتی ما میگیم که خدا این همه قدرتمنده، ما شروع میکنیم کلی یادداشت کردن و عین من هر روز شکرگزاری میکنیم. من حدود 4 ساله داشتم شکرگزاری میکنم ولی خب نتیجه خاصی نمیدیدم. میگفتم خدایا من که این همه دارم شکرگزاری میکنم، من که دارم تصور میکنم به این هدف رسیدم، ولی چرا اتفاق خاصی نمیفته؟ شاید فکر کنی که اقدامی نمیکردم، در حالی که اتفاقا من روزانه بالای 10 ساعت حتی کار میکردم. خیلی موقعات اون کار کردن من به 16 ساعتم میرسید، اما چی میشد که نتیجه خاصی برام رقم نمیخورد. البته این کار کردنی که دارم میگم ولی بعد از کنکور بود. قبل از کنکورم هم خیلی باز شکرگزاری میکردم و فکر میکردم که بتونم به اون نتیجه‌ای که میخوام برسم، ولی خب اتفاق خاصی نمیافتاد، پیشرفت خاصی توی ترازام رقم نمیخورد. بعد از یه مدت هم این شرایط داخل زمان کنکورم اتفاق افتاد، هم بعد از زمان کنکورم بازم توی دوران کار کردنی که داشتم، حالا روی استارتاپ هم و کارهای مختلفی که انجام میدادم، اونجا هم برام رقم خورد که دیدم آقا این نوشتن تنها اقدام خاصی نمیکنه، عملگرایی کنارش هم اقدام خاصی نمیکنه. و اون یه نکته مخفی بود که اون باز داخل همین کتاب هم بودش. خیلیا فقط شروع میکنن به نوشتن و میگن این کتاب اصلا به درد نمیخوره. چرا؟ چون نکاتی که توش گفته شده اصلا واقعی نیستن. من شکرگزاری کردم و من تصور کردم ولی اقدام خاصی نیفتاد. ولی من نمیگم فقط تصور کنی، من میگم هم باید تصور کنی، هم باید اقدام بکنی و هم باید یک مورد سوم دیگه باشه. و من این سومیه بودش که خلأش رو داخل زندگیم احساس میکردم و باعث میشد که نتیجه‌ای نگیرم. موضوع این ویدیو دقیقاً همین سومی است که شکرگزاری واقعی دقیقاً یعنی چی. ببین حتی داخل قرآن هم داریم که میگه شما اگر بیشتر شکرگزاری بکنید، خب خدا به اونایی که بیشتر شکرگزار میکنن خب نعمتهای بیشتری میده.
و این موضوع داخل انجیل فکر کنم بیشتر باشه. حالا دقیق یادم نمیاد توی قرآن هستش یا نه، ولی توی انجیل هستش. بذار اینجا اصلا تحقیق بکنم ببینم دقیقاً کجا بوده. این موضوع هم داخل قرآن هستش که داخل آیه 7 سوره ابراهیمه که میگه به یاد آورید هنگامی که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکرگزار باشید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید عذاب من سخت است. و همین موضوع داخل انجیل هم هستش که میگه زیرا به آن که دارد بیشتر داده خواهد شد و افزون خواهد گشت، اما از آن که ندارد همان اندک نیز گرفته خواهد شد. توضیحش هم اینه که جایی که عیسی مسیح توضیح میده کسی که از داشته‌هاش خوب استفاده کنه برکت بیشتری دریافت میکنه، ولی کسی که داشته‌هاشو نادیده بگیره یا به کار نگیره حتی همون رو هم از دست میده. رفیق، این موضوع چیزیه که من واقعا قشنگ حسش کردم. شاید تا الان برات پیش اومده باشه که یه تایمایی مثلا اقدام میکنی، برنامه ریزی هم میکنی، شکرگزاری هم میکنی به عین روی کاغذ، ولی اتفاق خاصی نمیفته. راستش میخوام بهت بگم که مشکلش شکرگزاریته. یعنی شکرگزاری نیست که فقط روی کاغذ بنویسی. به نظر من حتی اینکه فقط نماز بخونی هم شکرگزاری نیست، بلکه شکرگزاری، چیزی که حداقل من بهش رسیدم، شکرگزاری واقعی یعنی دیدن اون چیزهایی که واقعا خدا بهت داده و توی زندگی داری. دیدن نعمت‌ها میشه شکرگزاری. اما دیدن نعمت‌ها یعنی چی؟ نه که فقط به یاد بیاری، بلکه اونو با حست بخوای قشنگ حسش بکنی. پس من به این نتیجه رسیدم که شکرگزاری واقعی یعنی لذت بردن از لحظه و لذت بردن از تمام چیزهایی که داریم. اینکه مثلا من الان دارم جلوی دوربین صحبت میکنم، اینکه حالم خوبه، اینکه مثلا میتونم همین الان به واسطه اینترنتی که داریم، به واسطه پیشرفت تکنولوژی که هستش، خیلی سریع یه چیزو سرچ کنم و همون دوتا آیه که گفتم مثلا در بیارم و بهتون بگم. کلی امکان خفن دیگه. رفیق، اینجاست که شکرگزاری واقعی برات رقم میخوره. خیلی از دانش آموزا هستن وقتی که مثلا دارن درس میخونن، اینو داخل مشاورسال زیاد دیدم، وقتی که مثلا دارن درس میخونن یه ذره که نتیجه خاصی نمیبینن شروع میکنن ناامید شدن، هی خودشونو با بقیه مقایسه میکنن. وقتی که تو داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی و بعد از اون ناامید میشی، چون ما اول فکر میکنیم و فکرهای ما حس میارن و حسای ما دوباره فکر میارن و فکرهای ما دوباره حس میارن و این چرخه هی داره تکرار میشه و تو با یه فکر ساده شروع میکنی، بعد میبینی که کلی حالت داغون شده. اما اگر همونجا لحظه استوب بکنی این چرخه یه فکر احساس فکر رو و به خودت بیای ببینی که وای چقدر مثلا امکانات خفنی داری، چقدر خوبه که مثلا تو مشاور داری، یا چقدر خوبه که تو مثلا فلان مدرسه هستی، چقدر خوبه که تو مثلا کتابای کنکوری داری، چقدر خوبه که اصلا شرایط درس خوندن رو داری. لعنتی بابا، خیلی ها هستن که واقعا آرزوشون همینه. اگر قدر اینا رو بدونی مطمئن باش که خدا خیلی بیشتر هم بهت میده. و به نظر من شکرگزاری واقعی یعنی حس لذت بردن از تمام اون چیزهایی که داری، نه لذت بردن از چیزهای فانی یا چیزهای خیلی زودگذری که تو رو از اون هدفت دور بکنه. اون الزاماً اون مدل لذت منظورم نیست. یه لذتی که واقعا حس شکرگزاری به دست میده. مثل دقیقاً بخوام حسشو برات توصیف بکنم، مثل دقیقاً زمانی که دنبال خریدن یه وسیله هستی یا یه ابزار یا مثلا یه گوشی جدید و وقتی که تازه بهت دادنش و داری بستشو باز میکنی، چه ذوقی داری، چه شوق خاصی داری. باید اون حسه رو داشته باشی. ما شاید بگی خب این خیلی سخته، طبیعیه، این همه نعمتی که داریم بالاخره تکراری میشن. آره طبیعیه که خب بعد از یه تایمی برات شاید تکراری بشه، ولی همین سلامتی که داری، خب همین سلامتی که داری اگر همین الان ازت گرفته بشه، خب اون موقع قدرشو نمیدونی. خب چه کاریه که ازت گرفته بشه و بعد قدرشو بدونی تا دوباره بهت داده بشه؟ خب همین الان قدرشو بدون تا اصلا ازت گرفته نشه، تو خدا حتی خیلی بیشتر تو جنبه‌های مختلف زندگی هم بهت بده. این همون مثالی که اولش زدم، اون پدره بود میومد یک ماشین جدید میداد به پسرش. خدا کلی نعمت جدید بهت بده، وقتی ببینه از این نعمتایی که داری با نهایت لذت استفاده میکنی. این خیلی مهمه. حالا ممکنه بگی که خب یه ذره شاید سخت باشه. آره برای منم واقعا اولش خیلی سخت بود و اتفاقی که افتاد، من سعی کردم برای خودم یه سری ترکر بذارم و
باورت نمیشه شاید داخل 10 روز 15 روز اولم باز اون حس خیلی برام به وجود نمی اومد و فقط در حد یادآوری بود. یعنی به خودم یادآوری میکردم که خب به محض اینکه مثلا میخواستم خودم مقایسه بکنم یا حالم داغون میشد، به خودم یادآوری میکردم که علی این نعمتو داری، این نعمتو داری، این نعمتو داری، این نعمتو داری. ببین چقدر خوبه. و این یه ذره حالمو بهتر میکرد. بعد از تقریبا 10 روز 15 روز انجام دادن این کارو، به خودم یادآوری کردنه و ترک کردنه، که بعد از یه جایی بعد واقعا قشنگ جزء روتینم شده بود. یعنی یه جورایی انگار برام تبدیل به عادت شده بود و مدام انجامش میدادم. و وقتی حالت خیلی خوب باشه و از تمام نعمت‌هایی که داری لذت ببری و درست ازشون استفاده بکنی، حتی اگر اتفاقای منفی هم به شکل گذرا وارد زندگیت بشن، تو باز داری مسیرتو پیش میبری. مثل زمانی که تو سوار یک قطار هستی و داری به سمت مقصدت پیش میری، حالا یکی دو نفر هم هستن این وسط دو سه تا سنگ پرت میکنن میخوره به شیشه قطار، ولی باز تو داری حرکت میکنی و توجهی اصلا به اونا نمیکنی و از زیبایی منظره‌ای که داخل قطار نشستی و داری به سمت هدفت میری لذت میبری. اینجاست که تو داری مسیر خودتو طی میکنی و پیاده نمیشی از قطار که با اون دو نفر درگیر بشی. اون دو نفر مشکلات زندگی هن که باید سعی کنی ازشون گذر کنی و اون قطاره و لذت بردن از لحظه هم میشه همون شکرگزاری واقعی. اگر تجربه مشابهی توی این زمینه داشتی خیلی خوشحال میشم که نظرتو داخل کامنت ها بهم بگی.